اگزوترمیک به تعاملات کیمیایی گفته می شوند که در جریان آن انرژی به صورت حرارت یا نور به محیط آزاد می شود. به طور نمونه، تعامل کلسیم کرباید با آب یک تعامل اگزوترمیک است. با ترکیب نمودن آب همراه کلسیم کرباید، گاز استیلین، مرکب کلسیم هیدروکساید و انرژی آزاد می گردد. گاز استیلین تولید شده توسط انرژی آزاد شده از تعامل مشتعل شده و تولید شعله را می نماید. با اجرای این تعامل باید احتیاط لازم صورت گیرد، چون گاز استیلین فوق‌العاده قابل اشتعال و انفجارپذیر است. تعامل باید در محیط با تهویه مناسب و دور از شعله انجام شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری شوند. نمونه‌های دیگری از تعامل اگزوترمیک، تعاملات خنثی‌سازی تیزاب‌ها و القلی‌ها، احتراق مواد سوخت مانند الکان‌ها، تعاملات فلزات القلی با آب و غیره می باشند.